به نام خدا. سلام به مخاطبین عزیزم. جلسه امروز در مورد نحوه بازدید کردن و شناسنامه دار کردن کندو و ابزار لازم برای همین کار 5/4/1402 این جانب اردشیر کردلیوند در خدمتتون هستم. شروع میکنیم. اولین چیزی که نیاز هست، ابزاری که نیاز هست برای بازدید، اهرم هست. این اهرم و قدیما یا بر اساس سلیقه یا تو دفتر یادداشت میکنیم چه اقداماتی رو انجام دادیم و اینکه یا یادداشت میکنیم تو گوشی و به صورت ماژیک هم هر کندو یک کدی رو، حالا ما اولین کندویی که کد براش درست کردیم کد 1 رو زدیم پشت کندو و دودی هست. برای بازدید دودی هم لازم هست. دودی هم دودش آرام میکنه زنبور رو، هم کنه رو میتکونه. یعنی وقتی که این دود میزنه به زنبور عسل، زنبور عسل خودشو میتکونه. این تکوندن شوکه بهش وارد میشه، هم آرام میشه، گیج میشه. همین که وقتی زیاد این دود بهش میزنی، این دود این کنه رو میتکونه، ازش جدا میشه. این برای همین بهترین ابزار کار دست زنبور عسل هست، دست زنبوردار هست. حالا به این شکل یا به این شکل برمیداری یا به این شکل از جلو اهرم میندازی ور میداری. حالا بعضی اوقات بازدید رو به چه علتهایی؟ اولین علتش بر اساس نیاز کندو، ما یا میخوایم نگاه کنیم بینم ملکه رفته جفتگیری یا تخریزی یا اینکه شط و گرت و گل آورده عسل جمع کرده یا نه. این بازدیدا رو برای این انجام میدن. یا مریضی چیزی نداشته باشه، به هر حال هر هفته یه بار باید بازدید عملی. این بازدید عملی خیلی مهمه. اولین چیزی که زنبوردار باید یاد بگیره بازدید کردن هست. خب دودم به این شکل طرف هر جا که باد اومد، شما بر اساس معیار باد طرف باد میزنی. این دودی از کنارا، از این کنارا دودتو میزنی. دودی هم به جز این که اثرات خوبی داره، زیاد زدن هم این زنبور رو عصبیش میکنه. بر اساس نیاز باید دود بزنیم. خب ور میداریم بشقابو. این بشقاب هم ما به خاطر این از این بشقاب استفاده میکنیم، نماد غذا خوردن زنبور عسل هست تو کندو. انواع و اقسام بشقابا هست ولی مخصوصا من این بشقاب انتخاب کردم تو نماد شربت دادن و غذا دادن به کندو همین بشقاب هست. این چوبا هم وقتی که شربت رو میریزی توی بشقاب، این نمیذاره این زنبور عسل که میاد روشون نمیذاره خفه بشه تو شربت، مثل قایق عمل میکنه. خب حالا دودمون زدیم، بشقاب اونم ورداشتیم. اولین اقدامی که آدم زنبوردار میخواد انجام بده، ما فکر میکنیم این دقابه است، جمعیتش فوله. خب دودم که زدیم آماده است برای اینکه قاب رو برداریم. این اهرمو به این شکل این قابا چسبیده به هم هستن،
باید حتما اول یه بالانسی ازشون بکنی که باز بشن از هم، بعد اهرامو اینجوری میندازی زیر ای قاب، نگاه آوردش بالا، تموم شد. این الان روش صحیحش همینه. برداشتش میکنی، بعد نگاه میکنی بینم این کندو غذا داره یا نه، ملکه داره یا نه. بازیدار رو به این دلیل آدم بازدید میکنه، بینم غذا آورده نیاورده، غذا داره نداره، شاید تو طبیعت هست یا نه، گرته آوردن یا نه. بعد اینو حالا میذاریم سر جاش که توضیحات بعدی رو بدیم. زنبور عسل سوپاپ اطمینانش این دوتا قاب کناره است. این دوتا قاب اگه 10 قاب کامل باشه، توی 10 تا قاب این دوتا همیشه شهدهای اضافه، به قول معروف انبار شهد و گرته گل زنبور عسل هست. یعنی ای و ای همیشه انبارشون هست. اینو که نگاه کنی عسل داشته باشه تو 10 قابه، یا ای هم عسل داشته باشه یا گرده داشته باشه، اوضاع ای کندو خوب هست، یعنی مشکلی از لحاظ غذایی نداره. وقتی ای عسل توش باشه، اینم عسل توش باشه، دیگه اوضاع خوبه. ولی اگه نداشته باشه، خب یعنی این زنبور گرسنه است. یعنی بازدیدی که کردیم فهمیدیم که غذا نداره، گرده نداره، پس باید چی؟ شربت غذامونو شروع کنیم. خب الان ما فقط میخوایم شرایط بازدید کردن رو توی برنامه بگم. علائم گرسنگی چیزا هم مال کلاس‌های بعدیمون هست. خب حالا گفتیم این دوتا سوپاپ اطمینان هر کندو است. حالا این کندو 6 خوابه باشه، 8 خوابه باشه، نصف هم باشه، هم باز ملکه فقط اگه 6 خواب هم باشه، ملکه فقط رو 4 تا قاب وسطی کار میکنه. اصلا ایوری و اووری رو نمیاد، مگه دیگه این ملکه اینقدر قوی باشه، اینقدر هم شد و چیزم تو طبیعت زیاد باشه که بیاد مثلا بیاد تخریزیش هم اینقدر، که اصلا نیست، امکان نداره. اگه هم یه جور چیزی باشه، مگه مثلا او کندو یه چیزی باشه در حد تو کشور تگ باشه، اینجور چیزی اصلا نیست. اگه کندو دقاب باشه، فقط کناراش مربوط به شط و گرته گله. اگه زیاد دیگه خوب سیر باشه که مثلا فعالیتشو خوب کرده باشه، بعضی اوقات هم این کناره ها رو هم عسل میریزن، گرده میریزن، که دیگه وقتی که اینجوری باشه، قابا کناراش هم عسل ریخته باشه، این یعنی دیگه واقعا زنبورت اوضاعش خوبه، طبیعت هم اوضاعش خوبه. پس ما کلاس امروز رو خاتمه میدیم و جلسات بعد ما کلاسامون به همین شکله. یعنی اگه بخوایم بریم داخل زنبورستان و درگیر زنبور رو نمیدونم با این پارازیت گوشی موبایل هم حساسیت دارن که باز برنامه‌هایی داریم برای همین، اینجوری راحت ترم، نه تجربه و قشنگ انتقال میدم، ساده و مفید. حالا انشالله به امید خدا عضو همین کانال بشید و ما هم در خدمتتون هستیم و همیشه با امید خدا تجربه‌مون برنامه میکنیم و میذاریم تو این کانال کندو تیوی. خسته نباشید، خدا نگهدارتون.